سلام، من ورقباز هستم. کتابی که برای شما میخونم کتاب راهنمای کشف قطب از یک دختر خوب نوشته هالی جکسون و ترجمه فرسیما قطبی هست. این کتاب توسط نشر نون منتشر شده، در کتاب فروشی های معتبر موجوده و در کتابخانه طاقچه به صورت الکترونیکی وجود داره. لینکشو برای شما میذارم که اگر دوست داشتید اون رو بخرید. فصل دوم. پیپ همانطور که در تقلا بود تا به همه طبقه پایین گوش کند، حواسش از تایپ کردن با کیبورد پرت شده و انگشت اشارهش روی آ و سین معطل مانده بود. صدای بلندی آمد. سپس صدای قدم‌های محکم، سر خوردن پنجه‌ها و خنده‌های کنترل نشده پسرانه به گوش رسید. 1 ثانیه بعد همه چیز مشخص شد. صدای فریاد سرحال ویکتور از روی موکت اتاق پیپا رد شد. جاشوا، چرا سگه یکی از پیرنهای منو پوشیده؟ پیپ حین ذخیره کردن گزارش کارش و بستن در لپتاپ زد زیر خنده. کار هر روزشان این بود که از لحظه‌ای که پدرش از سر کار برمیگشت، سر و صدایشان بلند میشد. پدرش هیچ وقت ساکت نبود. میشد پچ پچ هایش را در آن طرف اتاق شنید. صدای قهقه هایش که همزمان با آنها دستانش را هم روی زانوانش میکوبید، آنقدر بلند بود که حقیقتاً باعث میشد مردم چهره در هم بکشند و هر سال بی برو برگرد پیپ با صدای پاورچین راه رفتن پدرش در طبقه بالا برای تحویل دادن جوراب‌های بابا نوئل در شب کریسمس از خواب بیدار میشد. ناپدریش مخالف پروپا قرص ظرافت بود. در طبقه پایین پیپ به اواسط صحنه در حال اجرا رسید. جاشوا قهقه زنان و به طور مکرر از اتاق به اتاق، از آشپزخانه به راهرو و به سالن نشیمن می‌دوید. در فاصله کمی در پشت سرش بارنی از نژاد گلدن رتریور قرار داشت که رنگ و وارنگ‌ترین پیراهن پدر پیپ را پوشیده بود. پیراهن طرحداری به رنگ سبز جیغ که در آخرین سفرشان به نیجریه خریده بود. سگ سرخوشانه روی سطح چوبی و صیقلی راهرو لیز می‌خورد و هیجانش مثل صدای سوت از میان دندانهایش بیرون می‌آمد. و آخر از همه ویکتور با کت شلوار ستکه خاکستری هوگو باس به تن با آن قد 6.5 فوتی دنبال سگ و پسر می‌دوید و صدای خنده‌هایش سر به فلک گذاشته بود. مونتاژ خانگی اسکوبیدوی مختص خانواده آموبی. پیپ لبخند زنان پرید عقب تا کاروانشان او را نقشه بر زمین نکند. گفت: اوه خدای من، داشتم سعی می‌کردم تکلیفامو انجام بدم. بارنی لحظه ایستاد تا سرش را به ساق پیپ بمالد. سپس در رفت و پرید روی پدر و جاش و همگی با هم پخش مبل شدند. ویکتور با دست روی جای خالی کنارش در مبل زد و گفت: سلام فندق. سلام بابا. اونقدر بی سر صدا بودین که اصلا نفهمیدم خونه ای. پسته بابا، باهوشتر از اونی هستی که بخوای از یه شوخی 2 بار استفاده کنی. پیپ کنارشان نشست. نفس زدن جاش و پدرش باعث شده بود تشکچه مبل پشت پاهاش بالا پایین برود. جاش انگشتش را داخل سوراخ راست دماغش فرو کرد و بابا با دستش دست او را کنار زد. ویکتور پرسید: راستی روزتون چطور بود؟ و باعث شد جاش شروع کنه به توضیح دادن مفصل درباره فوتبالی که کمی قبل بازی کرده بود. فکر پیپ به جای دیگر رفت. وقتی دنبال جاش رفت و از باشگاه برش دارد تمام آن حرفا را شنیده بود. فقط نصف حرفایشان را میشنید و حواسش رفته بود پی نگاه سردرگم مربی جایگزین به پوست سفید مثل برف پیپ. وقتی که او اشاره کرده بود دنبال کدام یک از بچه‌های 9 ساله آمده و گفته بود من خواهر جاشوام، تاکنون میبایست به اینها عادت کرده باشد. به نگاه‌های خیره مردم هنگامی که در تلاش بودند تا از لوجستیک خانواده‌اش، حساب کتاب‌ها و نسبت‌های نصف نیمه‌ای که در شجره‌نامه خانوادگیشان نوشته شده بود سر در بیاورند. پرواضح بود که این مرد درشت هیکل نیجریه‌ای ناپدری و جاشوا برادر ناتنی او بودند. ولی پیپ دوست نداشت از چنین کلماتی، از این اصطلاحات سرد استفاده کند. آدم‌هایی که دوستشان داری جبر ریاضی نیستند که محاسبه شوند، تفریق شوند یا با یک ممیز بین خودت و آنها فاصله بیاندازی. اینطور نبود که فقط 3/8 ویکتور و
جاش متعلق به او باشد و تنها 40% خانواده اش باشند. آنها کاملا به پیپ تعلق داشتند. پدرش و برادر کوچک اعصاب خورد کنش. پدر واقعیش، مردی که کلمه فیتس فامیلیش را از او وام گرفت، وقتی پیپ 10 ماهش بود در یک تصادف رانندگی جان خود را از دست داد. و اگرچه پیپ گاهی که مادرش میپرسید آیا او به خاطر دارد پدرش چطور موقع مسواک زدن صداهای نامعلومی را زمزمه میکرد، یا وقتی دومین کلمه‌ای که پیپ گفت جیش بود چطور خندیده بود، سرش را به علامت تایید تکان میداد و میخندید. ولی پدرش را به یاد نمی آورد. اما گاهی به یاد آوردن به خاطر خودت نیست. بعضی اوقات این کار رو میکنی تا لبخندی را بر لب فرد دیگر بنشانی. دروغ‌های اینچنینی مجازند. همونطور که ویکتور داشت دکمه‌های پیراهنش را از تن سگ باز میکرد، به طرف پیپ برگشت. پروژه چطور پیش میره پیپ؟ پیپ گفت خوبه. فعلا فقط دارم دنبال پیشینش میگردم و تایپشون میکنم. امروز صبح رفتم دیدن راوی سینگ. و سرش شلوغ بود، ولی گفت جمعه میتونم دوباره برم. جاش با لحنی اخطار دهنده گفت نمیذارم. به خاطر اینکه تو یه پسر به بلوغ نرسیده اهل قضاوتی که هنوز فکر میکنه داخل چراغ‌های راهنما آدم کوچولوها زندگی میکنند. پیپ به برادرش نگاه کرد. خانواده سینگ هیچ کار اشتباهی نکرده. پدرش مداخله کرد. جاشوا، سعی کن تصور کنی چی میشه اگه همه به خاطر کاری که خواهرت کرده قضاوتت کنن. پیپ تنها کاری که میکنه انجام دادن تکالیفشه. پیپ طی حرکت دستی بی‌نقص کوسن را به طرف صورت جاشوا پرت کرد. ویکتور دستان پسر را که پیچ و تاب می‌خوردن تا تلافی کنند پایین نگه داشت و پهلوهایش را قلقلک داد. پیپ پرسید چرا مامان هنوز برنگشته؟ پایش را با آن جوراب پرزدار نزدیک صورت جاش مهار شده تکان تکان میداد و اذیتش میکرد. بابا گفت از سر کارش مستقیم میره به باشگاه کتاب مامانای سرخوش. پیپ پرسید این یعنی امشب میتونیم شام پیتزا بخوریم؟ و یک مرتبه آن آتش دوستانه از یادشان رفت. او و جاش دوباره در یک جبهه قرار گرفتند. جاش از جا پرید و دستش را دور بازوی پیپ حلقه کرد و 2 نفری التماس کنان به پدرشان چشم دوختند. ویکتور با نیش باز ضربه‌ای به پشت خود زد و گفت البته دیگه چطور قرار این صندوق عقبو بسازم؟ پیپ قرید بابا. تا ابد خودش رو برای یاد دادن همچین عبارتی به پدرش سرزنش میکرد. پیپا فیتس آموبی PTP 2/8/2017 گزارش کار یادداشت 2. این که بعد چه اتفاقی در پرونده آندی بل افتاد گیج کننده تر از آن است که بتوان راجع بهش اطلاعاتی از گزارش‌های روزنامه‌ها به دست آورد. شکاف‌هایی هستند که میبایست تا زمانی که به کمک مصاحبه‌های بعدی تصویر واضح‌تری به دست می‌آیند با حدس و گمان و شایعات پرشان کنم. امیدوارم راوی و ناومی یکی از دوستان صمیمی سال بتوانند در این باره کمک کنند. طبق گفته‌های آنجلا احتمالاً بعد از شنیدن توضیحات خانواده بل و تجسس کامل محل سکونتشان پلیس جوی جزئیات از دوستان آندی شد. طبق اطلاعاتی که با گشتن در عکس‌های خیلی وقت پیش در فیسبوک به دست آوردم به نظر 2 دختر با نام‌های کلوی برچ و اما هاتن دوستان صمیمی آندی بودند. خب اینم مدرکم. این پست متعلق به 2 هفته قبل از ناپدید شدن آندی است. انگار نه کلویی و نه اما دیگر در لیتل کیلتون زندگی نمی‌کنند. شاید باید به طور خصوصی بهشون پیام بدم و ببینم مسابقه تلفنی انجام میدن یا نه. در آن آخر هفته اول 21 و 22 کلویی و اما زحمت زیادی کشیدن تا کمک کنند پویش توییتری پلیس تیمز ولی گسترش یابد. هشتگ آندی را پیدا کنید. اگر فرض کنیم پلیس یا جمعه شب یا شنبه صبح با کلویی و اما تماس گرفته باشد، فکر نمی کنم چندان دور از ذهن باشد. نمیدانم آنها به پلیس چه گفتند. امیدوارم بتوانم بفهمم. از این مطمئنیم که پلیس در آن زمان با دوست پسر آندی صحبت کرده است. اسمش سال سینگ بود و به همراه آندی دانش آموز سال آخر دبیرستان کیلتون بود. در یک زمانی در شنبه پلیس با سال تماس گرفت. بازرس ریچارد هاکینز تایید کرد که پلیس در شنبه 21 آوریل از سالیل سینگ سوالاتی کرده بود. از او پرسیدند که شب گذشته کجا بوده، مخصوصاً آن زمانی که گمان می‌رود در آن آندی گم شده باشد. آن شب سال به خانه مکس هستینگز دوستش رفته بود. 4 نفر از دوستان صمیمیش همراهش بودند: نامی وارد، جیک لارنس، میلی سیمپسون و مکس. باز هم باید هفته آینده این رو با نامی چک کنم. ولی فکر میکنم سال به پلیس گفت که خانه مکس رو حوالی ساعت 12:15 شب ترک کرده بود. پیاده رفته بود خانه و پدرش موهان سینگ
تایید کرد که سال تقریباً ساعت 12:50 شب به خانه برگشت. نکته: طبق گوگل تقریباً 30 دقیقه طول می‌کشه تا مسافت بین خانه مکس در تئودور لین و خانه سال در گروو پلیس را پیاده طی کنی. پلیس تایید کرد که در آخر آن هفته سال به همراه 4 نفر از دوستانش آنجا بوده است. اعلامیه‌های فرد گم شده پخش شدند. تحقیقات خانه به خانه روز یکشنبه آغاز شد. دوشنبه 100 داوطلب به کمک پلیس آمدند تا جنگل منطقه را جستجو کنند. فیلم اخبارش را دیدم. یک صف مورچه‌وار کامل از مردم که در جنگل راه می‌رفتند و نام آندی را صدا می‌زدند. بعدتر در آن روز دیده شد که تیم‌های پزشکی در حال رفتن به محل سکونت بل هستند و روز سه‌شنبه همه چیز تغییر کرد. گمان می‌کنم بهترین کار این است که اتفاقات آن روز و روزهای بعدش را به ترتیب زمانی در نظر بگیریم. هرچند ما اهالی شهر از جزئیات بدون ترتیب و به طور درهم خبردار شدیم. اواسط صبح ناومی وارد، مکس هیستینگز، جیک لورنس و میلی سیمپسون از مدرسه با پلیس تماس گرفتند و به ارائه دادن اطلاعات غلط اعتراف کردند. گفتند سال از آنها خواسته بود دروغ بگویند و در واقع در شب ناپدید شدن آندی او خانه مکس را حوالی 10:30 شب ترک کرده بود. چندان از پروسه صحیح پلیس اطلاع ندارم، اما حدس میزنم در آن زمان سال به مظنون شماره 1 تبدیل شده باشد. اما نمیتوانستند او را پیدا کنند. سال نه در مدرسه بود، نه در خانه و نه به تلفن همراهش پاسخ میداد. هرچند بعداً معلوم شد سال آن روز صبح با اینکه تمامی تماس‌های دیگر را نادیده می‌گرفت، برای پدرش پیامی فرستاده بود. مطبوعات از آن به عنوان پیام اعتراف یاد می‌کنند. غروب آن سه‌شنبه یکی از تیم‌های پلیسی که در جستجوی آندی بود، جسدی در جنگل پیدا کرد. سال بود. خودش را کشته بود. هیچ وقت مطبوعات گزارش نکردند سال به چه روشی مرتکب خودکشی شده. اما به کمک قدرت خبرچینی دبیرستان من ازش باخبرم. مثل تمامی دانش آموزان دیگر کیلتون در آن زمان. سال پیاده به جنگل نزدیک خانه‌اش رفت. تعداد زیادی قرص خواب خورد، کیسه پلاستیکی روی سر خود کشید و با بندی کشی دور گردنش محکمش کرد. هنگام بیهوشی دچار خفگی شد. بعدتر در آن شب در کنفرانس مطبوعاتی پلیس هیچ اسمی از سال برده نشد. پلیس تنها آن بخش کوچک از اطلاعات را فاش کرد که درباره تصاویر دوربین مداربسته از ماشین آندی هنگام دور شدن از خانه‌اش در ساعت 10:40 شب بود. چهارشنبه ماشین آندی را پارک شده در جاده مسکونی کوچکی در رومرکلوس پیدا کردند. دیگر هیچ حرفی زده نشد تا دوشنبه بعد که سخنگوی پلیس اطلاعات زیر را آشکار کرد. خبر تازه از پرونده آندی بل دارم. در پی نتیجه اطلاعات اخیر پزشکی قانونی و سازمان اطلاعات دلایل محکمی داریم که مظنون شویم مرد جوانی به نام سالیل سینگ 18 ساله در آدمربایی و قتل آندی دست داشته است. مدارک برای دستگیری و متهم کردن مظنون کافی بودند، اگر که او قبل از آغاز شدن اقدامات قانونی جان خود را از دست نمیداد. در حال حاضر پلیس به دنبال فرد دیگری در ارتباط با ناپدید شدن آندی نیست، ولی تحقیق ما درباره آندی بیوقفه ادامه خواهد یافت. به دلیل حال خرابی که این خبر تازه برای خانواده بل همراه داشته، کمال همدلی را با ایشان داریم. مدارک کافی آنها به شرح زیرند. موبایل آندی را روی جسد سال پیدا کردند. در آزمایش‌های پزشکی قانونی متوجه مقداری از خون آندی زیر ناخن‌های انگشت میانی و اشاره دست راست سال شدند. همچنین خون آندی در صندوق عقب ماشین رها شده‌اش یافت شد. اثر انگشت سال روی داشبورد و فرمان به همراه اثر انگشت آندی و سایر اعضای خانواده بل پیدا شدند. به گفته آنها مدارک برای متهم کردن سال و آنطور که پلیس امید داشت برای محکوم کردنش در دادگاه کافی بودند. اما سال مرده بود. بنابراین خبری از محاکمه و حکم گناهکار بودنش نبود و همچنین از دفاع. در هفته‌های بعدی تجسسی بیشتر در مناطق جنگلی داخل و اطراف لیتل کیلتون صورت گرفت. تجسس‌هایی با استفاده از سگ‌های جسدیاب. غواصای پلیس داخل رودخانه کیلبورن رفتند، ولی جسد آندی هیچگاه پیدا نشد. پرونده آندی بل که در دسته افراد گمشده قرار می‌گرفت در اواسط ژوئن 2012 به طور اداری بسته شد. یک پرونده تنها در صورتی شاید به طور اداری بسته شود که مدارکی مکمل شامل شواهد کافی برای متهم کردن فرد باشند، در صورتی که مجرم قبل از تکمیل تحقیقات نمرده باشد. پرونده شاید با پیدا شدن مدارک یا سرنخ‌های جدید دوباره باز شود. 15 دقیقه دیگر قرار است به سینما برویم. یک فیلم ابرقهرمانانه دیگر که جاش با به بازی گرفتن احساسات ما وادارمان کرد آن را ببینیم، اما تنها بخش آخر پیشینه پرونده
آندیبل، سالسینگ مانده و بعدش من روی دور میافتم. 18 ماه پس از آنکه پرونده آندیبل به طور اداری بسته شد، پلیس گزارشی به پزشک قانونی منطقه نوشت. در پرونده‌های اینچنینی بستگی به پزشک قانونی دارد تا طبق این باور که فرد احتمالاً فوت شده و زمان کافی گذشته است، تصمیم بگیرد تحقیقات بیشتر درباره مرگ لازم است یا خیر. سپس پزشکی قانونی طبق ماده 15 قانون پزشکی قانونی 1988 درخواست رسیدگی بدون جسد را به وزیر دادگستری می‌دهد. وقتی جسدی وجود نداشته باشد، رسیدگی بیشتر به مدارکی وابسته خواهد بود که پلیس ارائه داده و اینکه افسرهای ارشد تحقیق اعتقاد به مردن فرد گم شده دارند یا خیر. رسیدگی یک تحقیق قانونی درباره علت پزشکی و شرایط مرگ است. این کار نمیتواند فردی را مقصر مرگ بداند یا باری کیفری روی دوش هیچ فرد نامبرده‌ای بگذارد. در انتهای رسیدگی در ژانویه 2014 پزشک قانونی رأی خود را مبنی بر قتل غیرقانونی اعلام کرد و گواهی فوت آندیبل صادر شد. در واقع رأی قتل غیرقانونی یعنی فرد طی عملی غیرقانونی به وسیله کسی کشته شد. یا اگر بخوایم دقیق‌تر بگوییم، مرگ در اثر قتل، قتل غیرعمد، بچه‌کشی یا مرگ در اثر رانندگی مخاطره‌آمیز یک نفر. اینجا جایی است که همه چیز به پایان می‌رسد. مرگ آندیبل به طور قانونی اعلام شد، علی‌رغم اینکه جسدش هیچگاه پیدا نشد. با توجه به شرایط می توانیم فرض کنیم رأی قتل غیرقانونی اشاره به قتل دارد. پس از رسیدگی به پرونده آندی، دفتر دادستانی طی بیانیه اعلام کرد پرونده علیه سالیل سینگ بر اساس قرائن و شواهد پزشکی قانونی بوده است. گفتن این که سالیل سینگ آندیبل را کشته یا نه کار دفتر دادستانی نیست. تصمیم گیری راجع به این مسئله وظیفه هیئت منصفه است. بنابراین اگرچه هیچ وقت محاکمه‌ای صورت نگرفت، اگرچه هیچ وقت هیچ عضو ارشد هیئت منصفه‌ای با کف دستانی عرق کرده و وجودی پر از آدرنالین اعلام نکرد ما اعضای هیئت منصفه حکم به گناهکار بودن متهم می‌دهیم، سال گناهکار شناخته شد، با اینکه هیچگاه فرصت دفاع کردن از خود را نیافت. نه فقط از لحاظ قانونی، بلکه از تمامی جهات دیگر که واقعاً حائز اهمیتند. وقتی از مردم شهر میپرسی چه اتفاقی برای آندیبل افتاده، بدون تردید به شما میگویند سالیل سینگ اون رو به قتل رسونده. نمیگویند ظاهراً، ممکن است، شاید یا به احتمال زیاد. میگویند او این کار را انجام داده. سال سینگ آندی را کشته. اما من چندان از این بابت مطمئن نیستم. توی گزارش بعدی احتمالاً بررسی میکنم که پرونده دادستانی علیه سال اگه به دادگاه میرفت چطور ممکن بود باشه. بعد شروع میکنم به کنکاش کردن و تعاطوش رو در آوردن.